من تعویض مفصل نمی کنم به خاطر اینکه بعد از تعویض مفصل تا آخر عمرم زمین گیر میشم. اینطوری نیست. دکتر سید صالحی هستم، متخصص ارتوپدی جراح زانو و شونه. این صحبتی که خیلی از کسانی که اندیکاسیون یعنی کیس مناسب و درست برای تعویض مفصل هستن از تعویض مفصل تفره میرن و میگن ما تعویض مفصل نمی کنیم به خاطر اینکه قرار زمین گیر بشیم و دیگه نمیتونیم راه بریم. دو تا مطلب رو خیلی مهمه من تاکید بکنم. تعویض مفصل در کسانی انجام میشه که دردشون انقدر شدیده که به درمانهای غیر جراحی جواب نمیده و زمینگیر میشن اصطلاحاً، یعنی بیمار حتی در فعالیت‌های روزمره دچار مشکل میشه. این بیمار باید تعویض مفصل بشه تا به فعالیت‌های عادی روزمره برگرده. بیماری که تعویض مفصل میشه میتونه به راحتی از پله بالا پایین بره، میتونه پیاده روی کنه، میتونه ورزش ها رو انجام بده، اصلا محدودیتی نیست و برخلاف تصور که بعد از جراحی قرار ما 1 ماه توی تخت بخوابیم نمیتونیم راه بریم، خیر، بیمار بعد از جراحی از روز دوم خودش با پای خودش راه میره و فقط تو 2-3 هفته اول به این خاطر که به هر حال عضلات کمی ضعیفن، بیمار تا بیاد با شرایط جدید خودش رو ادپت بکنه زمان میبره. تو 2-3 هفته اول کمی باید با واکر راه بره، فیزیوتراپی بکنه، ترمیم زخمش رو درست انجام بده، داروها رو استفاده بکنه تا دردش کم بشه، خدای نکرده خون توی پاش لخته نشه، عفونت نکنه. تو این 2 هفته هم با پای خودش راه میره و طی 2-3 هفته اول ما بهش کمک میکنیم که قدرت قبلش رو به دست بیاره. یعنی بیماری که تعویض مفصل میکنه نه تنها زمین گیر نمیشه، کاملا به زندگی عادی برمیگرده.